توی این ویدیو میخوایم درباره 4 یوتیوبری که پکیج میفروشن و جیب مردم رو برای محتوایی که واقعا وظیفه‌شون رو به مردم بگن خالی میکنن صحبت کنیم. البته چنل اسکیلوید از بقیه پکیج فروش ها بهتر عمل کرده و به خاطر همین بیشتر از بقیه سابسکرایب داره و کارش داره بهتر انجام میده، ولی سه چنل دیگه واقعا افتضاح دارن پیش میرن. چنل اول یوتیوبر شو زیر بیشتر ویدیوهاش لینک میذاره که بابت دادن یه سری ایده ازتون پول میگیره. ادمین تلگرام هم داره که فقط ازتون میخواد یک لیست از چیزایی که خواسته رو پر کنید و بعد براتون کلی وایس و عکس و پیام از قبلا یا جدید فوروارد میکنه تا بتونه شما رو بکشونه طرف خودش تا زیر مجموعش بشید. من نمیگم کارش دزدیه، نه اینطور نیست، ولی ایده ها رو باید توی ویدیوهای یوتیوبش معرفی کنه چون داره بابتش از یوتیوب پول میگیره، ولی میاد یک سری ایده رو برای شما در تلگرام بزرگ نمایی میکنه و همیشه هم میگه دانشجوها موفق شدن، در صورتی که اون آدم‌هایی که بدبخت کرده رو اصلا نام نمیبره. مردم ساده ما هم به جای اینکه چنل بزنن و آموزش‌های مفید یوتیوب رو نگاه کنن و بعد به جای پکیج خریدن تجهیزات برای تولید محتوا بخرن، به این افراد اعتماد میکنن. البته همین چنل یوتیوبر شد چند وقتی شده که محتوایی نداره دیگه. این رو حتی میتونه از کامنت مخاطباش هم بفهمید. البته یه چیز طبیعیه، کسی که به جای آموزش واسش درآمد اولویت داشته باشه ترجیح میده هر روز ویدیو بذاره، حالا تکراری هم بود فدای سرش. دومین چنل مهدی زردقانلو. این چنل پرچمدار پکیج فروش هاست و توی ویدیوهاش از درآمد 50 میلیونی یا حتی 100 میلیونی صحبت میکنه. حالا خودش و چنلش روی هم از اولی که چنل رو زده فکر نکنم به 20 میلیون هم رسیده باشه درآمدش. ویدیوهاش رو هم که میبینید خنده دار، اما ازتون پول میگیره تا توی کلوب های وی آی پیش عضو بشید و چند ویدیو آخرش کلا راجع به عضو شدن در کلوب وی آی پیش بوده. اینها شاید از هر 100 نفر بتونن یک نفر رو به درآمد برسونن و بیان بگن، ولی این افراد کار خاصی نکردن و اون طرف که چنل رو زده هم استعدادش داشته و هم تلاش کرده و البته شانسش هم دخیل بوده، ولی همچین آدمای خودشون رو دلیل رشد افراد میدونن. سومین چنل لرنو تایم. این چنل هم جلسه مشاوره میذاره برای شما، در صورتی که خودش هنوز ویوهاش 400 تا 500 تا یا حتی 1000 یا 2000 تا هست و چطوری میخواین بعد یک جلسه یک ساعتی اتفاقی واسهتون بیفته. اگه وارد سایتی که لرنو تایم داره بشیم، جلسه 70 دقیقه‌ای 730,000 تومان، جلسات 30 دقیقه‌ای 400,000 تومان. البته یک جلسه 60 دقیقه برای یوتیوبری که خارج از ایران زندگی میکنه هم داره، 25 یورو هستش. در حال حاضر میشه 1,400,000 تومان که نمیدونم چرا باید گرونتر باشه. از این موضوع که بگذریم میرسیم به محتوای تکراری ویدیوهاش که باز هم مخاطبین چنلش توی کامنت ها گفتن که البته کامنت های منفی رو پاک کرد. چنل چهارم چنل اسکیلوید که توی این چنل مشاوره تخصصی 30 دقیقه‌ای و 55 دقیقه‌ای وجود داره که با هزینه‌ای که میکنید واقعا میتونید حدود 1/3 تجهیزات تولید محتوا رو تهیه کنید. البته ویدیوهای چنل اسکیلوید اصلا تکراری نیست و به نظر من تنها چنل آموزش یوتیوبی که روی تولید محتوا بیشتر از درآمد وقت میذاره همین چنل اسکیلوید هستش و با کلیک روی هر ویدیوی این چنل میتونید درباره عنوان ویدیویی که روش کلیک کردید اطلاعات به دست بیارید. ولی برخلاف اسکیلوید چنل مهدی زردقانلو درباره یک موضوع ویدیو ضبط میکنه، ولی هر چند دقیقه کلوپ وی آی پیش یا آموزش های داخل سایتش رو تبلیغ میکنه، چون خودش هم خوب میدونه که کیفیت ویدیوهاش اصلا بالا نیست. خلاصه خواستم اینو بگم که توی شرایط اقتصادی بد کشورمون که دنبال راههای کسب درآمد دلاری هستیم، گول پکیج فروش ها رو نخورید و پولتون رو هدر ندید. اگر واقعا میخواد یوتیوبر بشید، چنل من سابسکرایب داشته باشید تا همه چی رایگان و بدون نیاز به خرید پکیج یاد بگیرید. این رو هم یادتون باشه، من یوتیوبرم و نه پکیج فروش و اطلاعاتی که بهتون میدم روی 2 چنلی که همزمان با این چنل روشون تولید محتوا میکنم بررسی و تحلیل میشه و بعدش توی این چنل تبدیل به ویدیو میشه. این ویدیو رو بهتون پیشنهاد میکنم که حتما ببینید که توش 5 راز یوتیوب رو گفتم.